تاچین ماهی یا لخلاخ یه غذای اصیل بوشهری. درست کردنش مثل قلی ماهی هم راحته هم پر از عطر و طعمه. واسه درست کردن این تاچین ماهی بدون تیغ استفاده میکنم. مایه هامو کامل با زردچوبه کاور میکنم، دو طرفش داخل روغن داغ سرخ میکنم و کنار میذارم. داخل همون تابه چند تا حبه سیر رنده شده به همراه 2 عدد پیاز تفت میدم تا سبک بشه. به سبزی قلیه اضافه میکنم و حسابی سرخش میکنم. از جایی که توی کپشن واسهتون نوشتم و یه تفت ریز میدم تا عطرشون آزاد بشه. بعد هم طعم هندی و ماهی ها تا مزه ها به خورده هم بره. بعد از یه رو ماهی ها رو جدا میکنم، آب اضافه میکنم و برنجم رو دم میدم. ماهی ها رو هم روی برنج میذارم تا حسابی مزه ها به جون هم بره و حسابی خوشمزه بشه. در آخر هم یه تاچین خیلی متفاوت و خوشمزه دارین. نوش جونتون.